بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، از شما خواهش دارم که همین پیام ما را، همین گفته های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش نیک بهره مند شوید و به دیگران رسانید که آنها هم آگاه و خبردار شوند. موضوع امروزه درباره تراویح. در اساس تراویح چند رکعت هست؟ حاضر شروع میکنیم به حدیثایی که در همین باب هست. در امام بخاری 3569 رقمش و امام مسلم 738 رقمش، عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن، از ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی الله عنها، پرسید مادرمان عایشه رضی الله عنها را که چگونه نماز پیامبر بزرگوارمان در رمضان چگونه بود، ای چه نمود داشت، ای چه خیلی میخواند. قالت، گفت که ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره على 11 رکعه. در جواب مادرمان عایشه گفت که پیامبر بزرگوار در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمیگذاشت، از 11 رکعت زیاد نمیخواند. 8 رکعتش تراویح یا که نماز شب، تراویح هم میشه، هم تراویح نماز شب است، نماز شب هم تراویح است، تراویح هم نماز شب است، همش یک است. از 11 رکعت زیاد نمیخواند. 8 رکعت همون نماز شب یا که تراویح و چی و 3 رکعت نماز وتر. یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. میگفت 4 رکعت میخواند، نپرس میگه از زیبایی و طولانی، یعنی که دراز مدت میگذاشت نماز، رکعت‌ها را دراز میخواند، در قیام و در سجده و در رکوع دراز میخواند. نه اینکه مثل که آز امام میخوانن چقدر میگه که تیزتر تراویح بخونیم قدر ثواب میگیری، برعکس چقدر تیزتر بخونیم قدر اجر نمیگیری، یا که بگیم اجر کمتر و کمتر میگیری. شاید در همون نماز خوندم اجر نگیری اصلا، رنگ همون چی کت میزنن، مرغ برای کت زدن و حساب نمیشود نمازم. ثم یصلی 4، پس باز 4 رکعت دیگه میخواند، نپرس از زیبایی و دراز مدتی همون رکعت ها. ثم یصلی 3، پس 3 رکعت میخواند وتر. فقلت یا رسول الله تنام قبل ان توتر، پس مادرم گفت که یا رسول الله آیا تو پیش از وتر خواب میروی؟ قال تنام عینی ولا ینام قلبی، ای چشمام پوشیده هستند ولی دلم بیدار است. در همین جا گفت که 4 رکعت میخواند. 4 رکعت معناش که 2 رکعت میخواند. برای پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که صلات اللیل مثنى، در حدیث بخاری و امام بخاری مسلم از عبدالله ابن عمر میگه نماز شب 2 رکعت. وقتی پرسن که خیلی حدیث با میاد از پیش، چه خیل 2 رکعت، چه خیل مثنى چی معنی دارد؟ میگه 2 تا میخوند سلامتی، با 2 تا میخونی. مهم که نماز شب و روز 2 رکعت است. این یکم حدیث بود. حدیث دیم حدیث زید ابن خالد الجهنی قال، زید ابن خالد الجهنی گفت که قلت لارمقن صلاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت به شما نماز چیه؟ نماز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخوانم یا که نشان میدهم که ما ببینید. فصلى رکعتین خفیفتین، پس 2 رکعت نماز چی خواند؟ سبک. ثم صلى رکعتین طویلتین، پس 2 رکعت دیگه چی خواند؟ نمازی 2 رکعت دیگه نمازی دراز خواند. ثم صلى رکعتین هما دون اللتین قبلهما، پس بعد این 2 رکعت دراز باز 2 رکعت دیگه خواند، باز غیر این رکعت ها باز 2 رکعت دیگه خواند. ثم صلى رکعتین هما دون اللتین قبلهما، پس باز 2 رکعت دیگه خواند. یعنی اول 2 رکعت هیچ خواند سبک، بعد این 2 رکعت خواند و با 2 رکعت دیگه و با 2 رکعت دیگه 6 رکعت شد. ثم صلى رکعتین هما دون اللتین قبلهما، پس باز 2 رکعت دیگه خواند، اون رکعتایی که پیش، یعنی که غیر از اون رکعتای پیش خواندگی. ثم صلى رکعتین هما دون اللتین قبلهما ثم اوتر، پس 2 رکعت دیگه خواند. خلاص اگه حساب کنیم 10 رکعت می شود. 2 رکعتی 5 بار خواند، 10 رکعت می شود. دراز خواند، 2 رکعتی خواند، 4 رکعتی نخواند، 2 رکعت. این حدیث یکم شرح میتید که 2 رکعتی می خواند. پس وتر خواند، فذلك 13 رکعه. چی خواند؟ همگی 13 رکعت. 10 رکعت چی خواند؟ همون 2 رکعت اولی که خواند، همون 2 رکعتی که سبکی که خواند. پیغمبر وقتی که نماز شب میکشید 2 رکعتی ایرو سنت 2 رکعتی سبک میخواند، بعد 8 رکعت دیگه چی میخواند؟ 8 رکعت دیگه چی دراز میگذاشت. پس 3 رکعت وتر خواند، 13 رکعت شد. حدیث امام مالک و امام مسلم روایت کردند. حدیث دیگر از جابر است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، جابر حکایت می‌کند از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که میگه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان
8 رکعت. جابر صحابی بزرگوار میگه 8 رکعت خواند در شهر در ماه رمضان. پس گفت چی کرد؟ بعد ویتر خواند. ابن نصر این روایت کس ابن نصر و امام طبرانی و اهل علم گفتن که حدیث حسن است. این بعد سوم حدیث. چهارم حدیث از ابن عباس روایت شده است که ان صلاه النبی صلی الله علیه و سلم 13 رکعه یعنی باللیل، که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت نماز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در شب 13 رکعت بود. این از ابن عباس روایت است. خلاصه این چهارم حدیث. قول عمر میبینیم مازیر. قول عمر از صائب ابن یزید روایت است که ان عمر امر ابی بن کعب، عمر رضی الله عنه ابی بن کعب و تمیم الداری، ده صحابی را که آنها آوازی خوب داشتن و چی بدن، ان یقوم للناس ب 11 رکعه، که نماز امر کرد که نماز گزارن برای جمع شو کرد. عمر رضی الله عنه جمع شو کرد و امر کرد که 11 رکعت نماز گزارن برای مردم، همچون امام 11 رکعت گزارن. این در امام مالک در موطاش و صحیح است. انا اینا کی صحیح میگه؟ امام عینی در نخب الافکار میگه که صحیح است همین قول عمر، و امام مبارک فوری میگه در کتاب تحفه الاحوذی میگه لفظ 11 رکعت درست است، اما لفظی که 20 رکعت آمده است از عمر میگه این لفظ چی است؟ این اثر محفوظ نیست، این وهم است یا که منقطع است، درست نیست. باز و امام شعیب ارنوطی میگه چی است؟ اون که 11 رکعت ثابت شده است، میگه ثابت است و صحیح است در تخریج سنن ابی داود. خلاصه شیخ البانی میگه صحیح است، شیخ حسیمی میگه صحیح است. اما اون که میگن که عمر امر کرده است مردی را، حدیثی که از یحیی ابن سعید القطان هست که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امر کرد مردی را که بخواند 20 رکعت. این در کتاب ابن ابی شیبه است از وکیع از مالک، ولیکن میگه یحیی ابن سعید امون حدیث که روایت کرده است میگه عمر چی یعنی که در وقت عمر نبوده است، عمر دریاب کردگی نیست، عمر دیدگی نیست اصلا، چه روایت مینا حدیثی که عمر دیدگی نباشد. خلاصه و دیگران میگن که این چی است؟ این منقطع است، متصل نیست، همینه که 20 رکعت هست. یعنی که عمر درست شامل است که عمر به 11 رکعت امر کرده است که ابی بن کعب و تمیم داری 11 رکعت بگذارند مردم. پس در دیگر روایت‌ها میگه امام نووی در شرح حدیث امون از مادر عایشه شرح همون حدیث میگوید که و در بخاری مسلم موجود است، میگه وقتی که مادر عایشه 11 رکعت گفت و در حدیث زید ابن خالد الجهنی 13 رکعت اومد و در ابن عباس هم 13 رکعت اومد، برای چی 13 رکعت شد 11 رکعت نه؟ در اینجا کی میگه ابن عباس در امیر امام نووی میگه در همین زیر همین حدیث شرح همین حدیث ابن عباس گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 رکعت میگذاشت و در حدیث زید ابن خالد میگه صلی الله علیه و سلم وقتی که 2 رکعتی که میگذاشت 2 رکعت سبکی که پیش میگذاشت پس بعد از اون رکعتای دراز میگذاشت 2 رکعتی دراز در اینجا در آخرش میگه که همگی 13 رکعت میشود. قاضی عیاض میگه که قال العلماء علما میگن که این اخبار است از هر یکی آنها از ابن عباس و زید و مادر من عایشه که همون که دیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه نماز میگذاشت همون را دیدن و برای ما رسوندن. برای همین حافظ ابن حجر در شرح همین حدیث میگه که انا سخن مادرمان عایشه رضی الله عنها یعنی که 7 یا که 9 میخوند، مرادش همین است که در بعضی وقتها میخوند و مرادش که میگفت که کان لا یزید یعنی که در رمضان در غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمیگذاشت. این میگه چی است؟ این که پیغمبر بیشتری وقت در شب هم نماز میگذاشت 8 رکعت نماز میگذاشت ولم یکن یزید علی ذلك و بیشتری حیات از چی؟ از 11 رکعت 8 رکعت یا که 11 رکعت زیاد نمیخواند. اما قول مادر عایشه که قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان نبی صلی الله علیه و سلم کان صلى 13 رکعه که 13 رکعت گذاشته باشد، حافظ ابن حجر میگوید که در اینجا 2 احتمال است. برای درجه گفته است که 11 رکعت در حدیث ها گفته است 13 رکعت، در اینجا میگه 2 احتمال است. يحتمل انها اضافت الى صلاه الليل سنه العشاء فانها تصلي بالليل، شاید که همین 13 رکعت 2 رکعتی که زیادی هست این شاید همون 2 رکعت سنتی نماز چی باشن؟ سنتی نمازی خفتن باشن، برای همگی 13 میشود، در اصل 11 است ولی شاید که 2 رکعت سنتی خفتن اضافه کرده باشد. این یک احتمال. دوم احتمال و يحتمل انها اضافت ركعتين خفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاه الليل. احتمال دیگه همین است که حجر ابن اسقلانی میگه که همون 2 رکعتی که سبک میخوند 2 رکعت سبک میخوند این میگه غیر همون 8 رکعتی چی است؟ 8 رکعتی که در شب میخوند غیر اونا است. برای همین
این درکت سبک میخوند، بعد این 8 رکعت دیگه پره میخوند دراز. شاید که قطعی همین 2 رکعت همگی 13 رکعت شوند، 2 رکعت قطعی 13 رکعت شوند. میگه قال الحافظ ها و هذا ارجح فی نظری، این میگه درسته را که همون 2 رکعت حساب میکردن. 2 رکعت اول پیغمبر وقتی که نمازی که سر کی میکرد نماز شب 2 رکعت سبک میخوند، یعنی تیار دیدن برای نماز شب. برای چی؟ برای پیغمبر وقتی که میخوند در بعض شبها، وقتی گفتیم که حذیفه ابن یمان قد میخوند 1 رکعت 3 سوره خوند، بقره و نساء و آل عمران. برای همین اول 2 رکعت نماز سبک میخوند و بعد چی همون نمازهای درازی که در حدیث آوردیم که میخوند، نمازهای دراز 2 رکعت دراز که میخوند. برای چی؟ این برای همون سرشبیش همون 2 رکعت سبک میخوند. این حافظ ابن حجر اسقلانی در کتابش فتح الباری آورده است. برای همین اصلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میخوند 11 رکعت بود. حدیثایی که روایت شدن 13 رکعت از شرح دادیم که چی خفتن، سنت خفتن، یا که 2 رکعت همون چیزی که پیش از چی میخوند، پیش از نماز شب میخوند. برای که نماز شب هم تراویح، برای تراویح شنوم کردن، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی 4 رکعت که میخوند بعد 4 رکعت دم میگرفت. برای همین تراویح میگن، یعنی که استراحت میکرد بعد 4 رکعت دم میگرفت. برای که 2 رکعت میخوند، با 2 رکعت که میخوند گفتیم چی دراز میخوند. برای همین بعد پیش از اون بعد 4 رکعت 2 رکعت میخوند، با 2 رکعت بعد اونو دم میگرفت. برای همین نوشه چی تراویح موندن. حاضر هم خیلی است، نه که همون نماز شب و تراویح و قیام الليل همش یک معنا دارد، یگان فرقیتی ندارد هم دیگر. بعد یه حدیث دیگه میاریم از ابن عمر در صحیحین بخاری مسلم هم روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات اللیل مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. این یعنی که از ابن عمر روایت در صحیحین بخاری مسلم که پیامبر بزرگ میگه نماز شب 2 رکعت اگر که از ترسیدی که بامداد میشود پس 1 رکعت ویتر بخوان برای اون سه که کرده ای. و در روایت امام احمد میگوید که صلات اللیل مثنى تسلم فی کل رکعتین. امام احمد میگوید که نماز شب 2 رکعت سلام میدهی، انتها یا که آخر 2 رکعت سلام میدهی. و در حدیث امام مسلم میگوید که قیل لابن عمر، با ابن عمر پرسیدند که مثنى چی معنی دارد؟ قال یسلم فی کل رکعتین، سلام میدهی در هر یک 2 رکعت سلام میدهی. برای همین نماز شب در اصل چی است؟ 2 رکعت است. و روایتی است که نماز روز هم 2 رکعت است. برای همین برادرای گرامی در اینجا در این حدیث ابن عمر معینش نکرده است که چند رکعت است، که نماز شب 2 رکعت ای تا بامداد خواندن که 2 رکعت چند رکعت خواندی، عدد در این حدیث عدد معین نکرده است. برای همین برای جنجال و کشمکشی نشود و اختلاف نشود و فرقه و پراکندگی نشود، انسان میتواند مستحب است که 8 رکعت خواند، 3 رکعت یا ویتر 11 رکعت، میتواند که از 8 رکعت هم زیادتر خواند، 8 10 تا خواند، 12 تا خواند، 14 تا 16 تا خواند، آزاد است تا بامداد بخواند، چقدر تایست تا بامداد بخواند. در حدیث ابن عمر معینش نمیکند، نه که بگیم که 20 رکعت معین شود و مردم 20 رکعت مجبور کردن، یگان حدیث اومدگی نیست. قول ابن عمر هم که 20 رکعت گفته است این هم ضعیف است. برای همین برادران، برای به خلاف نشود برادرای گرامی بین همدیگر خلاف نکنید. انسان میتواند از 8 رکعت هم زیاد خواند، 8 رکعت مستحب، نکی دراز خواندنی دراز خواندن چه پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواند، نکی از 8 رکعت هم میتونی تا بامداد چقدر وقت داری بخونی هیچ باکی ندارد. این بود کمتر خلاصه درباره نماز تراویح و یگان حدیث درباره اومدگی نیست که 20 رکعت پیغمبر گذاشته باشد یا خوانده باشد، یگان حدیث هم وجود ندارد خیلی حدیث. برای همین کسی برای شما میگه که 20 رکعت یگان حدیث وارد شده است، وارد شده نیست. قول عمر است و هم ضعیف است، منقطع است، متصل هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دعای نیک خود ما رو فراموش نکنید.